داشتم تو توییتر میچرخیدم، یه توییت دیدم برام خیلی جالب. یه نفر نوشته بود بچه‌ها دیت کنید، خیلی دیت کنید تا میتونید دیت کنید، وگرنه انزوا مثل سیاهچاله میبلعدتون. اما آیا واقعا دیت کردن این مدلی، یعنی بدون اینکه هدفی داشته باشه یا علاقه پشتش باشه، میتونه کمکی بکنه یا نه؟ دیت کردن به خودی خودش ایرادی نداره، حتی باعث میشه که مغز سالمتر بمونه و رضایت از زندگی هم بالاتر بره. و از طرف دیگه تنهایی عاطفی طولانی مدت تقریبا به اندازه دیابت و فشار خون به ما آسیب میزنه. بنابراین اگه حتی 100 تا دوست و آشنا و فامیل هم وجود داشته باشن، اما فرد رابطه عاطفی نزدیکی رو خیلی وقت باشه که تجربه نکرده باشه، مغز تو حالت استرس مزمن میمونه و میتونه آسیب‌های زیادی به همراه داشته باشه. اما الکی دیت کردن هم، یعنی بدون اینکه هدف، علاقه و قصدی پشتش باشه، باعث میشه که فرد طی 1 تا 2 سال تا 40% اضطراب و افسردگی بیشتری رو تجربه کنه و در طولانی مدت باعث بشه که فرد تواناییش برای ساخت یک رابطه عاطفی واقعی کاهش پیدا کنه. بنابراین همونطوری که اصلا دیت نداشتن میتونه مضر باشه، اینکه الکی دیت بکنیم هم میتونه به همون اندازه آسیبزا باشه.